دوستای عزیزم سلام، امیدوارم هر جای دنیا که هستید شبانه روز خوبی داشته باشید. خب همونطور که وعده داده بودم میخوام در این قسمت از برنامه‌ای که دارم تولید میکنم در رابطه با معرفی کتاب‌های مختلف، کتاب تجربه زیسته همجنسگرایان و ترنسجندرها در ایران به قلم شادی امین رو براتون معرفی بکنم. در واقع خانم امین که خودشون اگر اشتباه نکنم از مؤسسین انجمن شش رنگ هستند و در زمینه حمایت از اقلیت‌های جنسیتی، همجنسگرایان، دگر جنسگراها، بیسکشوال ها و در واقع کوئر ها حمایت میکنن. این کتاب رو در 600 صفحه منتشر کردن و در واقع تلاش کردن توی این کتاب به مخاطب نشون بدن که همجنسگرایان و ترنسجندرها چه وضعیتی توی ایران دارن. خب یه بخشی از کتاب، مخصوصا تقریبا باید بگم 70 صفحه اول کتاب در رابطه با مباحث حقوقی و اصلا اینکه این کتاب چه شکلی شکل گرفته نوشته شده. اما بعد از اون، از در واقع ابتدای فصل اول که از صفحه 90 آغاز میشه، کتاب در کنار توضیحاتی که در رابطه با وضعیت حقوقی، وضعیت اجتماعی و حتی در واقع فرهنگ خانوادگی جامعه ایرانی میده، تلاش میکنه تا نشون بده این بچه ها چه وضعیتی دارن توی ایران و نه اینکه بخواد مثلا به صورت کلی مثال هایی زده باشه، بلکه نویسنده با افرادی که تحت ستم قرار گرفتن، چه از طرف خانواده، چه از طرف جامعه و چه حتی از منظر قانون تحت تعقیب قرار گرفتن رو باشون مصاحبه کرده و تلاش کرده که نشون بده اقلیت‌های جنسیتی در ایران چه مسائل و مشکلاتی دارن. خب هم جنسگرایی که در ایران بر اساس قانون جرمه و هر کسی که هم جنسگرا باشه مجرمه و همواره دولت ایران و حاکمیت جمهوری اسلامی بر این باورند که ما در ایران هم جنسگرا نداریم. یعنی انکار میکنن مسئله همجنسگرایی رو در ایران. همین امر باعث شده که بسیاری از همجنسگرایان ایرانی با معضلات و مشکلات بسیار زیادی روبرو باشن. از جمله این که اگر فردی دستگیر بشه، حالا جوری باشه که و انکارش دیگه ممکن نباشه که طرف انکار کنه همجنسگراست، وادار میشه توسط مراجع قانونی به این که بگه من ترنسم و بگه من یک در واقع ترنسجندرم و جنسیتش رو تغییر بده، چون حالا بر اساس قوانین ایران ترنسجندرها به رسمیت شناخته میشن. اما هرچند که یک ترنسجندر در ایران از نظر قانون به رسمیت شناخته میشه، اما بسیاری از خانواده ها و حتی جامعه حاضر به پذیرش ترنسجندرها نیستن. توی یکی از همین مصاحبه هایی که میخوندم، مخصوصا اگر پسری، یعنی فردی که در هنگام تولد کالبد مرد یا مذکر یا بگیم پسر بوده رو داشته و بعداً زمانی که گرایش جنسی درش شکل گرفته، هویت جنسی خودش رو وقتی متوجه شده، وقتی فهمیده که اصلا گویا کالبد اشتباهی داره و حالا میخواد بیا تغییر جنسیت بده، متاسفانه از طرف جامعه و به خصوص خانواده مورد پذیرش قرار نمیگیره. دختر به پسر، یعنی ترنسجندر زن به مرد، پذیرشش گویا راحت تره نسبت به ترنس های مرد به زن. مثل اینکه این رو جامعه کمتر حاضر به پذیرشش هستش و حتی خانواده کمتر حاضر به اینه که بپذیره که دارای فرزند ترنسی هست. و
همچنین برخورد دوستان، اطرافیان با همجنسگرایان، با در واقع ترنس ها بسیار نامناسبه و این کتاب تلاش میکنه تا نشون بده این انسان ها چه دردی رو دارن تحمل میکنن و اصلا مهم نیست که ما چه گرایش جنسی داریم. به نظر من خوندن این کتاب بسیار مفیده، چرا که میتونه به ما ثابت بکنه ما باید در راستای حمایت از حقوق افراد مختلف در واقع کوشا باشیم. حتی اگر خودمون در واقع پیش داوری هایی داریم، اطلاعات غلطی داریم، باید تلاش بکنیم سطح دامنه اطلاعات خودمون رو بالا ببریم، چرا که خب تا زمانی که همه افراد در یک جامعه احساس آزادی، رفاه و امنیت نکنند، ما نمیتونیم مدعی بشیم که در یک جامعه آزاد زندگی میکنیم. پس بنابراین امروز که به هر حال وضعیت در ایران ما دستخوش تغییره و مطمئناً به زودی شرایط تغییر خواهد کرد، باید یکی از نکاتی که در نظر داشته باشیم حمایت از همجنسگرایان و ترنسجندرها و اقلیت‌های جنسیتی هستش، چرا که نباید اجازه بدیم در واقع این سنت مرد سالارانه و در واقع فرهنگ دو جنسیتی مرد و زن مانع از این بشه که اقلیت‌های جنسیتی حق آزاد زندگی و انتخاب رو در کشور ما داشته باشن. بهتون پیشنهاد میکنم این کتاب رو مطالعه کنید. این کتاب اولین بار 1394 منتشر شده به زبان فارسی و همچنین به زبان انگلیسی همین کتاب منتشر شده که من نمونه انگلیسیش رو هم دارم بهتون نشون میدم. خیلی کتاب آموزنده‌ایه، حتی اگر میخواید در جایی کنفرانس بدید در رابطه با وضعیت همجنسگرایان در ایران، بهتون پیشنهاد میکنم که از این کتاب استفاده بکنید. یا اگر دوستانتون، آشنایانتون، افرادی که خارجی هستند و تمایل دارن در رابطه با وضعیت ترنسجندرها و همجنسگرایان در ایران بیشتر بدونن، بهشون کتاب رو حتی ورژن انگلیسیشو پیشنهاد بدین و اونایی که میخوان این کتاب رو تهیه کنن میتونن از طریق انتشارات آیدا تهیهش بکنن. من سال 2016 این کتاب رو خریدم 20 یورو، فکر نمی کنم قیمتش اونقدر تغییر کرده باشه و اما نسخه پی دی افش گویا در اینترنت به صورت رایگان هست. با مراجعه به وبسایت 6 رنگ میتونید اونجا این کتاب رو به صورت پی دی اف داشته باشید. اگر این کتاب رو خوندید بهتون پیشنهاد میکنم که یه پیام به من بدید تا بتونیم بیشتر در رابطش با هم بحث و گفتگو داشته باشیم. شب و روزتون خوش.